با سلام و درود، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین. تو اپیزود قبلی راجع به مسئولیتمون تو زندگی صحبت کردیم چون بیشترین رأی رو داشت توی نظرسنجیمون. و حالا تو این اپیزود قرار راجع به موضوعی که خیلی رأی آورد ولی دوم شد صحبت کنیم. موضوع امروزمون برنینگ دیزایر هست. بریم که شروع بکنیم این قسمت از پادکستمونو. اگه دقت کرده باشیم ورزشکارا وقتی نفر اول میشن تو مسابقاتشون از خوشحالی تو پوست خودشون نمی گنجن. میخوان بترکن انگار. این به خاطر اینه که اینها با تمام وجودشون و موفقیت رو میخواستن، براش تشنه بودن و تمام تلاششون رو کردن که به بهترین نحو اون ورزش رو انجام بدن. ما آدما خیلی وقتها آرزوهای مختلفی داریم ولی کم پیش میاد که فکر و ذهنمون یه چیز باشه. من معتقدم که تا یه چیزی رو از ته قلبمون نخوایم توش بهترین نمیشیم. توی کتاب تینک اند گرو ریچ ناپولیون هیل تو دومین چپترش راجع به همین صحبت میکنه. میگه که نقطه اول موفقیت تو هر چیزی برنینگ دیزایر هست و اگه فقط امیدوار باشی که آرزوها تبدیل به واقعیت بشه فقط یه تیری در تاریکی میزنی و شاید به بهترین حالت به یک قسمتی از آرزوات برسی. در ادامه این چپتر ناپولیون هیل میگه که برنینگ دیزایر چیزیه که میتونه قانونهای طبیعت رو عوض کنه. از یه پدری میگه که بچهش کر به دنیا اومده جوری که هیچ منفذی از گوشش به مغزش نبوده. میگه با اینکه دکترها بهش میگفتن که بچت هیچ وقت نمیشنوه، این پدر واقعا میخواسته که بچهش بتونه بشنوه و در آخر با این اعتقادی که داشته و کارهایی که کرده باعث شده که بچهش بشنوه. پس لطفا این موضوع رو جدی بگیرین. بیاین با هم ببینیم چی ما از ته دلمون میخوایم. میتونین این پادکست رو پاز کنین، یکم فکر کنین، چون الان من قراره برای به دست یافتن هر چی میخواین راهی که کتاب تینک اند گرو ریچ پیشنهاد میده رو باهاتون در میون بذارم. تو این کتاب میگه 6 تا قدم وجود داره که آدم برای رسیدن به چیزی که میخواد باید برداره. قدم اول اینه که باید دقیقاً بدونیم چی میخوایم و اونو بنویسیم. مثلا اگه پول میخوایم کافی نیست بگیم میخوام پول دار باشم، باید دقیقاً مقداری که میخوایم و بدونیم. قدم دوم اینه که بدونیم برای به دست آوردن چیزی که تو قدم اول نوشتیم چی کار قراره بکنیم و اونم دقیقاً بنویسیم. قدم سوم اینه که زمان رسیدن به اون چیز رو مشخص کنیم. قدم بعدی اینه که برنامه‌ای که ما لازم داریم برای رسیدن به این چیزی که میخوایم رو تعیین کنیم و از همون روز بدون فکر کردن به این که ما آماده این کار هستیم یا نه شروع به انجام دادن اون برنامه کنیم. قدم پنجم اینه که یک جایی که هر روز قراره ببینیم تمام مراحل قبلی رو با وضوح کامل توی یک جمله بنویسیم. و قدم آخر اینه که هر روز یک بار صبح وقتی بیدار میشیم و یک بار شب وقتی میخوایم بخوابیم این جمله رو بلند با خودمون تکرار کنیم و وقتی داریم میخونیمش باید حسی که رسیدن به اون هدف بهمون میده رو تصور کنیم و اعتقاد داشته باشیم که ما چیزی که میخوایم و به دست آوردیم. امیدوارم این قدمات شما رو به چیزی که میخواین برسونه. مرسی که با من بودین تا آخر این اپیزود. تا قسمت دیگر بدرود. I'm happy here.